خیلی امروز قرار شده به کارام برسم، گوشی نه. نه این کارا نکن. تو قرار شد امروز به هدف و کارات برسی. اگه بری تو گوشی دیگه نمیتونی به کارات برسی. آره راست میگی، برم به کارام برسم. سلام. ببین سارا جان، دنیا 2 روزه. گوشیدو بردار و برو اشغال کن، بعدا هم میتونی به کارات برسی. ببینم تو دشمنشی یا رفیقشی؟ معلومه که رفیقشم. تو دشمنشی که میخوای مانع عشق و حالش بشی. الان داری مانعش میشی که به کارا و هدفاش برسه. سارا به حرف اون امول گوش نده، به حرف من شیطون بکن. همین الان گوشیدو بردار و برو عشق و حال کن. مگه آدم چند بار تو این دنیا میاد ها؟ به من گفتی امول؟ آره تو یک امولی، من نمیذاری اون اشغال کنه. تو مانع عشق و حالش، تو دشمنشی. نه بس دیگه بابا، خودم تصمیم میگیرم، نیاز به هیچ کدومتونم ندارم. برید کارتون. آقا جان یه دقیقه میرم تو گوشی یه چک میکنم، بعدش هم میرم به کارام میرسم. تموم شد و رفت. شب شده. داز بگیرینش. ماما منم سارا. چه جان تویی؟ چرا انقدر پیر شدی؟ حقیقتا 10 سالی میشه ما تو رو ندیدم. به چه جان؟ 10 سال؟ چطوری آخه؟ یعنی چی؟ نمیفهمم. والا خودم دقیق نمیدونم چه کار رفت به چی جان، ولی یک روز دیدم که از اتاق دیگه نیامدی بیرون. هرچی اومدم صدات زدم، می‌خواستم برات غذا بیارم، ولی تو انگار نه انگار همچنان سر تو گوشی بود. ولی من فقط یه دقیقه رفتم تو گوشی. اشکال نداره به چه جان، مهم اینه که الان اومدی بیرون، تو رو دارم میبینم. نه